سلام، خوش اومدید به ایستگاه بعد. من رضا هستم و اینجا ایستگاه مهاجرت است. از استارت این ماجرای مهاجرت براتون بگم که اولین چیزی که مهمه توی مهاجرت اینکه چرا داری مهاجرت میکنید و این دلیل کاملا یه دلیل شخصیه. من ممکنه به یه دلیلی اومده باشم، بقیه افراد به یه دلیل، و شما که داری این ویدیو رو نگاه میکنید شاید تصمیمت به یه دلیل دیگه باشه. اون دلیل باید انقدر محکم برات باشه که اگه اتفاقی برات افتاد توی مهاجرت باعث نشه که دوباره پشیمون بشی و بگی که این راه ارزشش نداره. من به عنوان یه شخص نمیتونم بیام به شما بگم که حتما مهاجرت کن خیلی خوبه، یا میتونم بهت بگم که اصلا مهاجرت نکن خوب نیست. که جدیداً هم توی فضای مجازی زیاد شده این موضوع که میگن مهاجرت کنید خیلی خوبه، مهاجرت نکنید خیلی بده، یا نمیدونم کشور فلان خوبه کشور فلان بده. و میگم که این یه چیز کاملا شخصیه، یعنی هیچ کسی تا خودش تجربه نکنه متوجه این ماجرا نمیشه که این مسیری که الان انتخاب کرده خوبه یا بد. بریم از یه ذره قبلتر از استارت سفر، یعنی قبل از اینکه از ایران خارج بشید براتون بگم که باید چی کار کنید، یعنی کارهایی که من نکردم و بعدها فهمیدم که باید میکردم و متاسفانه دیر. حتما به یکی از افراد خانواده‌تون یا یک کسی که بهش اعتماد دارید یک وکالتنامه بدید. این خیلی چیز مهمیه، این خیلی چیز مهمیه که میتونه توی آینده بهتون کمک کنه. نمیدونم مثلا میخواد کارت بانکیتون رو دوباره فعال کنه، تاریخش گذشته براتون بیاره، یا و هر چیز دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد براتون. این خیلی مرحله مهمیه که متاسفانه من انجام ندادم و توی این مسیر خیلی به مشکلات زیادی برخوردم. دوم این که همه میپرسن من برای اینکه میخوام مهاجرت کنم چقدر پول باید بیارم با خودم، چه چیزایی نیاز دارم. من بهتون بگم که شما چه نمیدونم کمترین مبلغ ممکنه 10 میلیون بخواید بیارید یا مثلا بخواید 300 میلیون با خودتون بیارید، در نهایت این تموم میشه. البته اون نوع تموم شدنش نسبت به اون خرجی که شما میکنید که چه جوری خرج کنید. قراره مثلا خیلی روزای اول نمیدونم یا ماهای اول یا سال اول خیلی خوب زندگی کنید و پولا رو تموم کنید، یا اینکه نه خیلی آسته آسته و شمرده پولا رو خرج کنید. ولی در نهایت این پول تموم میشه و بزرگترین سرمایه‌ای که شما میتونید داشته باشید زبان. متاسفانه اینجا زبان انگلیسی اصلا کاربرد نداره. خیلی خوبه اگه زبان انگلیسی بلد باشید، قطعا به کارتون میاد، ولی توی ترکیه اگه بخواید کار کنید مثلا توی هر شغلی که هستش این زبان به درد شما نمیخوره. حتما قبل از اومدنتون یه دوره کلاس زبان ترکی برید که خیلی کمکتون میکنه. هر چه سبکتر سفر کنید خیلی بهتره. نمیدونم خیلی من خودم شخصا خیلی چیزایی من تا مونوپادم هم از ایران پاشو برداشتم آوردم. خب البته به کارم هم اومد ها، ولی خب میدونید اینجا خیلی چیزای بهتری هستش. ولی لوازم دیجیتالی اگه دارید بیارید با خودتون. یکی اینکه مثلا من الان لپتاپم اینجا زبون کیبوردش ترکیه و سر این موضوع من به مشکلات زیادی برخوردم. و اینکه اینجا وسایل الکترونیکی از توی ایران گرونتر هستش. نمیدونم هر چیزی که فکر میکنید که توی زمینه کاریتون به دردتون میخوره حتما با خودتون بیارید، مثل دوربین عکاسی، نمیدونم موبایل. اصلا به این فکر نکنید که موبایلمو بفروشم برم اونجا یک موبایل دیگه بخرم. من یه پرانتز اینجا باز کنم، چیزایی که من دارم میگم در مورد تجربات خودمه از مهاجرت از ایران به ترکیه، یعنی در مورد هیچ چیز دیگه اطلاع ندارم. هیچ چیزی اینجا موثق نیست، من فقط دارم تجربیات خودم رو ارائه میدم و همین. آره داشتم میگفتم اینجا توی ترکیه وسایل الکترونیکی خیلی گرونتر از توی ایران هستش و خب نسبت به اروپا خیلی گرونتره. و اینکه اگه چیزی دارید، مثلا من خودم لپتاپمو فروختم که گفتم که خب شاید مثلا بتونم اینجا لپتاپ بهتر بگیرم که اشتباه کردم و متاسفانه تا مدت‌ها من اینجا لپتاپ نداشتم که کار کنم، چون که من طراح گرافیک بودم. خب گفتم حتما میتونم لپتاپ تهیه کنم و اینجا کار کنم. دیگه چه چیزایی رو باید بگم قبل سفر؟ این چیزای مهمی که من گفتم، یعنی مخصوصا وکالتنامه خیلی مهمه، حتما اینو انجام بدید. دیگه فعلا همین چیزا. ببینید من
این ویدیو رو یه ذره با تأخیر گذاشتم توی کانالم، یعنی دارم ضبط میکنم، چون که منتظر بودم که شاید یه سری کسا یه سری سوالایی بپرسن که نمیدونم یا الان توی ذهنم نیست یا اصلا من بهش برنخوردم، ولی خب شاید اطرافیانم بهش برخوردن، ولی خب کسی سوال نپرسیده بود و من تمام چیزایی که الان در حال حاضر تو ذهنم هستش رو من توضیح میدم. و ببخشید که جلو یه معذرت خواهی کنم که اگه از کلمات ترکی استفاده کردم یا جایی توپق زدم، بالاخره چیزی که من این چنل رو دارم تنهایی مدیریت میکنم، یعنی مدیریت دارم تنهایی راه میندازم و هیچ کسی کمکم نمیکنه. من اعتماد کردم میشود. راحت تر این شکلی چرا از کلمات و استفاده کردم. برگردیم سر اصل مطلب. در مورد مسئله اومدن به ترکیه خیلی راههای مختلف هستش. قبلا قطارم بود، فکر کنم الان برداشته شده، یعنی تا جایی که اطلاع دارم، ولی خب یه دونه مسیر چیز هستش، اتوبوس هستش که با اتوبوس میای و فکر میکنم 38 ساعت اینا تو راه هستی و یه مزیتی که میتونه داشته باشه نسبت به هواپیما، تعداد وسایل بیشتری رو میتونید بیارید. یعنی میزان حجم بار مهم هست ولی وزن بار مهم نیست. یعنی شما میتونید 2 تا چمدون با خودتون بیارید، هر چمدونتون 100 کیلو، مثال 100 کیلو که جا نیست، ولی خیلی طولانیه این مسیر، طولانیه، مخصوصا فکر میکنم برای آدم وقتی اولین بار میخواد بیاد یه ذره هیجانش بیشتره و دوست داره بیاد. من خودم اصلا نمیدونی چه هیجان و استرسی داشتم. حالا من اون پارتم براتون تعریف میدم که خودم چه چیزی رو تجربه کردم. و اینکه دومین راهش هم که یعنی سریع ترین راهش هم با هواپیماست که خب اینجا میزان مثلا حجم کمتری رو مثلا با خودتون بار میتونید بیارید، حجم هم وزن. اینجا ملاکه که هر کدوم از پروازها فکر میکنم فرق میکنم با هم دیگه، که مثلا 30 کیلو میتونید بیارید یا 25 کیلو، یه چیزی توی مایه. من چون خیلی بعضی از اطلاعاتی که الان دارم بهتون میدم چون خیلی سال گذشته، خب شاید امکان داره مثلا اشتباه کنم، درسته مثلا توی این مدت خانواده‌ام میاد ولی خب از این جزئیات ماجرا خیلی ازشون نمیپرسم. هزینه هایی که قرار بیاره خب قطعا از اون تایمی که من اومدم تا الان خیلی فرق کرده. من موقعی که اومدم بلیطمو من خودم هم مثلا یه سفر 3 روزه قبل از اینکه برای همیشه مهاجرت کنم به ترکیه داشتم. اینجا آب آشامیدنی نداره. من اولین قراردادی که بستم قراردادم 500 لیر، بعد از 600 لیر شد 700 لیر که امسال، یعنی امسال تو سال 2025 هستیم، بهش میگفتم که مثلا وای فای متوجه نمیشد. چرا انگلیسی بهشون میگفتم؟ چون میدونستم خودم انگلیسی رو الان داره درست یعنی درست ترجمه میکنه یا نه. ولی خب اگه ترکی میگفت نمیدونم مثلا یه چیز رندوم میگفت، من از کجا میخواستم بدونم که اون ترکی که الان نوشته اصلا درست اصلا ربطی داره؟ یهو مثلا نگم من معدم درد میکنه بگی که خونه امشب خالیه.